ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی یا ماه شوق؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. از عبدالله ابن عباس خداوند از آنها راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از سخیترین انسانها در کاری نکو بود و تا پایان رفتن رمضان سخیتر می شد. در رمضان جبرائیل علیه السلام می آمد و به او صلی الله علیه و سلم قرآن را می خواند و هرگاه جبرائیل علیه السلام با پیامبر صلی الله علیه و سلم ملاقات می کرد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از باد وزان دیده سخیتر می شد. روایت بخاری و مسلم. علما در شرح این حدیث می گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی سخاوتمند بود و در ماه رمضان سخاوتمندی اش بیشتر می شد. پس پیروان امت محمد صلی الله علیه و سلم باید پیروی از او نموده همیشه سخی باشند. بخصوص در ماه شریف رمضان باید بیشتر به خیر و سخاوت مشغول شوند. هر مسلمان قرآن را در ماه شریف رمضان یک مرتبه ختم نماید، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم از جبرائیل علیه السلام قرآن را تلقی می نمود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان سخی بود و سخاوتش به همه می رسید، به گونه ای که باد وزان به همه جا می رسد. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که سخاوت پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ماه بیشتر می شد. ما باید از پیامبر صلی الله علیه و سلم درس گرفته در این ماه سخاوتمان زیادتر شود. و این چنین ما فهمیدیم که در ماه رمضان جبرائیل آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن را تلقی می نمود. پس ختم قرآن در ماه شریف رمضان یکی از سنت ها می باشد. خوش به حال آن شخصانی که در این ماه قرآن را ختم می کنند. و شنونده عزیز، اگر تو قرآن خواندن نتانی، به تو یک توصیه می دهم. اقلاً قرآن را گوش کرده ختم ده. تلفنی که در دست داری، با این می توانی قرآن را از اول تا آخر گوش بدهی. انشاءالله ثواب ختم را می گیری. پس از این تجهیزات ها استفاده بریم، چون اینها هم یکی از نعمت ها هستند که خداوند بر ما داده است. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.